دیگه. گفتم من مهیار نیستم. پس یکی دیگه رو اکانتت بازی میکرد. گفتم نه. تو کی؟ گفته یعنی به من دروغ گفتی. گفتم نه. آقا گفتم رسیدیم در بیار اسم تو ببینم. اسمشو دید فهمیدم چه گوی خود. خدا لعنتت کنه، هر جا میری هر غلطی میخوای بکنی چرا اسم منو میگی؟ خب نامستم یکم خلاقیت داره. این همه اسم زهرا، فاطمه، معصومه، صغرا، کبرا. بابا خواهر چرا فقط نه؟ اصلا فقط سر زبونم اسم لعنت اصلا نمیدونم. من چرا اول کاری من آمدم اینجا مردم؟ آره آقا نیست داداشم حرفی بانه رازم به دستم لز شد. من بی باش شده بودم یارم آتفه یعنی یه کارهایی کردم، یه بلاهایی سرم آمد تو 18 سال زندگی که از خدا گرفته بودم اینا نکردم. کار کردی مهیار، کار کردی با خودت مهیار. اصلا یه بلاهایی سرم آوردم این ناموس هست. خانوادگی رفتیم ببین گله قشنگ رفتیم. خانوادگی نه گله رفتیم. ای بنازم. آره از این بودش که دیگه خیلی خوش گذشت. تا خدای پاشو بیا ببریم چه خیلی خوب بود. یعنی ویلاش انقدر قشنگ بود و در باز میکردین جواب میومد تو انگار. من نگو من رفتم تولد من نبودم تو رفتی تولد اینا زدن آقا ما اصلا فیلم گرفتیم گذاشتم استوری اون یکی این دوتا ببینم. وای من یاد اومده گفت رفتی پسر بازی کردی دیگه هیچی دیگه. گفتم آقا رفتم تولد پسر بازی کجا نه رفتی پسر بازی. حالا بگو ببینم عاشقم شدی اینا. ببینم که حاجی بعد درگیش رو من گفت بکو دختراشون من دخترای عکس نگرفتم فیلم نگرفتم زشت ناموس مردم افتادن گفت عرب خوردن گفت خوردن یا خوردی گفتن نه خب من چیکارم به عرق خوری یا که تو رو خدا برم. وای تو اصلا نبود یا منزل نمیدادی نبود بیرد کنم. آره تو هم نبودی. باور میشه فقط به خاطر اینکه حرف بزنیم اومدم بازی هیچ حوصله بازی ندارم. منم گفتم مهیا اومدی این شمارش هم میخواست گفتم نه میگم مهیا بیاد خب سرتو بخور. آتفه رفت بسید جالب ترینشو برات بگم حالا بقیهش خیلی مهم نیست. آقا ما رفتیم شب دوم منو ببین اینایی که اول بودیم بهت بگم من بودم پسرمون بود یک عمو کوچیکم بود دو تا داییام بودن بعد پسر دایی مامانم بود دایی مصطفی بود. آره همون دیگه پسر دایی مامان. بعد خالم که تازه عروسی کرده با شوهرش بود. اون یکی خالم با پسرش بود که همین بعد نمی خوبیش چی بود هممون هم سال بودیم هممون یعنی مثلا دیگه هزاره سنی 35-40 بالا دیگه نبود بودن تمام پایه بود خالی کرد بعد هیچی دیگه دقیقه نمیدن. آره بعد رفتیم این دیوزا دو تا داییام با پسرمون با مصطفی اینا نکبتا گفتن که بریم لب دریا شب بشیم حال میده و دریا شبش قشنگ و این حرفا گفتیم باشه بریم. آقا ما رفتیم یه دونه اینجا پوفه حالت بود قلیون موندم سوپری حالت بود دیگه همچین بعد رفتیم چهار تا قلیون گفتیم ماشینا رو اینجوری رو بشیم ولی سایمش خیلی قشنگه رفت قشنگ با ماشین میتونی بریم بعد ماشینا رو زدیم اینجوری 3 تا ماشین اینجا پارک کردیم یه دونه هم باند کوچولو برای خالم بود گذاشتیم برام جو انگوش می‌ذاریم بعد اینا خب اون بی‌صاحبشون رو خورده بودن اومدن یا همسو اخلا اینا خورده بودن اومدن
ولی ما هم خبر نداشتیم یهو نشسته بودیم دیدیم ماشین پلیس داره میاد راه یا اول به خدا بعد خدا رو شد اینو نیاورده بودن یعنی آورده بودن یه جور آورده بودن که پلیس نفهمید بعد هیچی دیگه پلیس اومد 2 ساعت تو ماشینا رو گشت که میدونم همه جا رو گشت بعد هیچی پیدا نکرد ضایع شد رفت ما هم کشیدن به قلیونش خیلی خوب بود یعنی یکم میگرفت کلا همه جا دود میشد آره کافه ها تقریبا خیلی عاطفه این چیزای شیلنگایی که میکنه خیلی خوبه هیچ نشی نمیده اون مدلای چوبی رو از یکم گرونتره ها مثلا چوبی موبیا ولی اصلا به درد نمیخوره آره بعد که اینطور دیگه اوقا من اینو هی میکشیدم هی دیدم حالم داره قشنگ خیلی بیشتر حال میده بیشتر میکشیدم جوی آره بعد این یه لحظه گلوم خوش شد از این بوفه که کنار بود گفتم میشه بریم از چیز خواستم برم بگیرم خودم از این چیزا دلستش تو راه گفتش که نمیخواد و خودم میدم که مصرف نمی‌کنی دیگه گرفتش دیگه خودم بعد داره خوش گذشت من انمی دارم Further collapse expected. Travel to indicated safe zone. نمیری مسی داشتی میگفت بعد نگو این دیوسا تو اون 20 صحابی که رفته بودم دای امیدم رفته بود یه ذره تو اون ریخته بود عرق ریخته بود منم تو حالا نخوردم که یعنی یه قطرش هم میگرفت من یعنی خبر نخورد تا حالا به خدا نخورده بودم نه به خدا نخورده بودم بعد این ریختش شد من میکشم بعد فکر کردم قیلی هست میگفتم عجب قیلینه میگفتم من نخورده مثلا اینا هم هر به من میخندیدن به خدا اصلا حالم خراب شد من یا نشید به خدا حالم میدیدی خندت میگرفت میدونی نخورده باشم بدم پاک دیگه خب زر دیگه قدش بودم میگیرم یه من چیزی که قلیون رو میکشید بکن مثلا 4 تا قلیون بود خب 3 تاشو داده بودم مثلا به 10 نفر یه دونه رو خودم تنها میکشیدم یه وضعی بوده یه حال عجیب غریبی بوده سرم گیز میرفت زرتت میخندیدم الکی خیلی مزخرف هیچی دیگه اینجور نکبت بازی در بردم بعد اینکه همه چی تمام شد فهمیدم که بله خانم من یه کلش داغه آره و عاطفه رفتم خونه حالم بد شده هرچی خورده بودم بچی بود شما چرا میای منو بگیری من دیگه نمیام کجایی من یا من رو میگیرم بالایی؟ بالای سلافم اوه دستم بالا نمیدونی من ما رو زنه کلت ایتاب کرده منو بگی بودو الان میرم بودو وایسا من توی چونه میزنم جوان من خوردی تا آرمار داری؟ اگه آرمار شماره 4 آره باز این شماره 4 اصلا نگم برات یه رفته بود اسم خودتو وای زدم اسم خودتو دخترونه بسید کرده و اصلا دختر تو فهمیدم پسرمونی منم زده استفانی زده بود خانم پریسا فکر کرده من یادم Poltergeist is active. آیا نمیدارم یکی هم ندارم 2 تا بذار من کجایی بایستی ویدیو خوب بند شو یه جا دارم میام بلندت کنم خدا
تو عمه خور تا میخواستی تیم اپ کنی